بله کاک بابا بگی آسته کردوک نشه نمیشه صبر تو نمیتونی صبر با من تو مونده خود چند روز بر راهیم شما پس کما میوال میذارم صبر کن تو مونده شدی خاطر شما بر راه خیر خستگی دیدی ما شما بر میذارم تو هم کورتکار بردار او کورتکار با تو بردار مونده ام و میگم تو خاطر مونده شدی چند روز شما بر راه بگی که سر بینیم که با باز وگر پاس برگردم چه کار میکنی وزر دگه مونده ام سنگینه لگه آخان این بره بخیفت خوکو بگی بله بگیره چه بده کیف زخمی که چیه که آن سیکو آن ایتا بگی به دست خوب این چیزیه من نمیوه اینا شما گاسکارما آوردن دیگه سنگینه این خیلیه لالا جان تراکه که من مگر پاس همین رو برگردم ما برم من خوب استاد جان خیر هر یکی از اینا رو بابا چقدر گاز انداخته بدین تا اینجا بخو گاز پیدا میشو من بس کو شما با پاکستانی تقریبا 20 تا از عرب پیار طور ما با پاکستانی کم کو بگی دیگه بعد از 20 تا گفتم نکنیم تو خسته شدی بشی و میبرو میبرم بفالخ روش کن افته بگی انا دوایته واسه که نش کنو نمی بگیره گوشیو خلیفه میگه ما کار دارم بگو چه کار میکنی تو؟ اوه چه سنگینه از اون بدلا میخریدیم دیگه برو با پاکستان بودی هرچی پول کار کرده اسباب خونه بابا بی نماش خاله بابا یک آشخال تو نیه کم اینو اشتنیه شما یا دستی بر بگیرم باید بالی ازی بالی لباش دیگ بار کن بالی دیگ بار کن چی میگو؟ بیار بیو بازار نشنه باید کوکو خسون شما کوخونه خور بفروختیم جای نداره مخسر ما حالا چه کار میکنه؟ حالا بیا بابا من خیلی پرته کجا جاوزو؟ چهارشنبه داره اتارو چهارشنبه داره ایتا نمیشه گیله ایتا به کفته میشه کاکا کف نمیشه بالا کلی ریپو داره تای زمین مجبور تر این دیگه دست من نرمه نمیشه بیایم کاکا خسون شما بگیریم این دست نه بابا بیایی تشیم شما بیایی بابا من 10 سال به پاکستان میدی یک ذره پاکستانی یاد نگرفته بله بخیر کمال کنی تو شیوه کن روزه با نشکنه که نانه من به خدا طلاق شمار میده اگه بشکنه نانه من مال طلاق شمار میده شمار بابا طلاق میده پیار من مادر من لولو بالا کو دگمی بابا مادر من اگه بشکنه پیار تو طلاق میدم بگی ماشته آیسته برو بخیر بخیر میگیری خلیفه شما وقت بگیری خلیفه برو خلاصی بله بله با افتاد آخی بازیری بابا بله اره نه کشتگه خب بله به افتاد مالشون رو پالی میشون او هم هسته بابا سنگین تر نبوله یک دفعه نمیشه بیا لالا بیا که من کار دارم من میرم گیت شد دلم گوش کنی نفته گوش کنی نفته دردی بابا در زنی تاکلی همیشه تاکلی تا آسته تاکلی نه برو الله بیا حالا شما دستان شما لالا جو تاشی شما تاشی خود اینا بگیری با کجا تاشی اینو تاشا برید شما تاشی من اینجا میگم دستو بله بگو چند سال دیگه میکنم فرمازنده کفزار جمع میکنم برو کشت از لالا دیگه دیر شد بله تاشی صاحب کوکا خود میره من
احتجاج کنید. آفرین. علی بگیرم. آقا جادی از شما تاشی خلیفه کما میفته کن نرم میشه دست من خدای نکرده دست من نرم میشه بابا ای بابا بابا خدا تله خورسه کنه 1 کیلو بار من نمیده. شما که دست من نرمه پاکستانیا بلغت زدن برو گوشه بری گوشه. آه گوشه همیشه تا کنی آسته دستا شما زیر نشد. خلاص اما یک دونه دیگه مونده بیاییم بابا شما میرم تا کنیم دیر شد بله ما ما این روزا میفهمی شندوریتی با سر مفارق نیه. بله یک آشخالای پیار ما جمع نکرده نورده شیر مادرمه انی خونه پیار من گفتم ما خونه داریم حال این دیگه جامع کته شد جامع خوب پاکستان که بیتره بابا خیلی خوبی بابا بیرونو سرون میگم این کارهای مربده میگم 30,000 کالدار ما بدادم. خب هم 20,000 کالدار افغانی داری که بدی بریو 20,000 کالدار که چند افغانی میشه؟ تقریبا 6,000 افغانی میشه دیگه ما بدادم اگه دارم این افغانی بده بریو باشه تیار میکنم خیر بین زودتر که کمی وسیله رو بچینم داخل خونه عباس بله تو برو چی میگم برای تو یک دقیقه صبر کو هم یک کاری بکو چیکار کنم برو بدم سر کاکا اینا برو پیزان کاکا بگو یک 6,000 پول برام گفته بده چرا پول ما کار دارم ما چیکار خلالا چی بگم برار خود بگردم از چی بگم برای تو از چی بگم همین خسر من کو خبر داری کرده مرز کرده من بیامده بفهمیدی خب بیا وقت بابا اعمال خود ما جا شیشتن معلوم نیه ای هم بیامده به تاثرام سرا خود کنم بفروختن حال جام نداره وقتی بیامده میگه کل میریزه پاشا خود به تاثرام تا کردم من نمیفهمم تو همین وقت بارونی به میخونکی به زمستون میریزه پاش از این ما با کجا کنم اینا رو با چه کار کنم کجا خود شما لالا میگفتین خونه ما جانیه نمیامدم کوشتش شاونم پول من چیکار کنه که ما با قرض کنم 30,000 پول داشته 30,000 کالدار داشته به اون موترون بداده 20,000 کالدار دیگه و مونده 20,000 کالدار دیگه هم تقریبا 6,000 میته چیزی 5.5 از 6,000 میشه الان موترون هم میگم یالا زود باشه من پولا ما تیار کنیم که من میرم وقت ندارم خب دیگه تو میته زودی برو من اینا رو تعویض میکنم تا تو بیای خب ان اینجا ما استادیوم منتظر تو ما برو از پول 6,000 برو بس تو 5 6,000 بس تو بگو تو پاسو یک رقم شما چکی خلالا اینا چیکار کنیم مثلا که گستان به هر نمای شلیان میه میجوش ما است برو تو برو بده من تعویض میکنم واسه برو پس همینجا باشه همینجا است تو می جانه بنو تو نه یا چکی لالا برفت شما اینجا باشه خوبه خاطر گوسفندان بالا شلیانه آنه کجیر بیام خدا واسم دست نه کجیر اشتنی یارا خوشا خیلی بخیر سلامت شکر زنده باشی شکر فضل خدا دام غنی با چیه پای کجا دیدم واسم سراش ببرم ما برفتم تو همی دیکون رفتم ها خیریت بود خیراتی شکر کجیر ما برام رای کرد بفهمیدی گفته گو به در سرا کجیر اینا کار ما خیلی ضروری به پول بنده یک 6,000 یا 5,000 پول اگر داریم با ما بدن تا چند روزه خاطر این کار ما رفته که با پول شما پس میاریم برادر من نمیگم که مثلا پول نبود تو به می دیشه ما پول ده بیدک بفهمیدی دیشه پیار ما 15,000 بیدک بردش بورد بر هوا بازه و گنج را قراری کرده گسپنده پلوری خریدک پولا خلاص شو خاطر ولاد یا باس مالک 5 روپیه باشیم نفر از ما پول ما کار ما خیلی بنده برام گفته بود در سرا کجیر بالکم دیشته باشم پول بده میگم تو دیشه بود اگه هم دیشه میامیدی بود حال این میامد تو برو خیلی گپی نه هیچ گپی نه ولی خداحافظ کنه داری سلام بگو خداحافظ بخشش باشه آقا تو گپی نه